نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو. با علی دایی توی ترافیک گیر کرده بودیم که یهو چشممون به یک پیکان تاکسی قدیمی افتاد که شیشه هاش پر از عکسای علی دایی بود. علی آقا هم کنجکاو شده بود و گفت برو ببین کیه. من رفتم سراغ راننده و ازش پرسیدم که ماجرای عکسا چیه. راننده تاکسی گفت من به خاطر 8 میلیون تومان 2 سال تو زندان بودم. نزدیک عید بود که گفتن آزادی. یه خیری اومده و بدهی 50 نفر رو داده. بعد از کلی پیگیری فهمیدم اون شخص خیر علی دایی بوده. چند بار خواستم برم پیشش اما نشد. منم بهش گفتم یک روز میبرمت پیش علی دایی و شمارش رو گرفتم. وقتی برگشتم توی ماشین ماجرا رو برای علی آقا تعریف کردم و ایشون اشک تو چشاش جمع شد. بعد از چند روز یک قرار گذاشتیم و راننده تاکسی بالاخره تونست علی دایی رو ببینه. اونا وقتی به هم رسیدن همدیگر رو بغل کردن و زدن زیر گریه. بعدش علی دایی سویچ یک سمند 0 رو بهش داد و بهش گفت تو آدم قدر شناسی هستی. از این به بعد با این کار کن. اگه شرف، غیرت و انسانیت یک آدم بود، قطعاً اون آدم علی دایی بود. اگه شما هم عاشق این اسطوره هستید این پست رو لایک کنین